رخساری سفیدت بلبانی برگی بیدت بدو چشمی سرمه زیبت چقدر حیا نشسته. سلام برایت بیننده گرامی، امیدوارم صحت و سلامت هستید و سلام برایت ذکری الله حکیموف. از نام همه مخلصان شما را تشکر میکنیم و سرودهای نو به نوی شما را ما انتظار هستیم. ولی دوستان عزیز، از سر اول همه شما را تشکر میکنم که این کانال رو دستگیری میکنید با گذاشتن لایک و پادپیسه شدن در کانال. ولی دوستان عزیز، میگذاریم به قسمت غالبانی نواری امروزه که یعنی که آهنگی رو پیشنهاد شما کردیم و اولین شده دو مصرعش رو که حداقل یک مصرعش رو در کامنتری نوشتم. غالب نواری امروزه شکر جان دولت است که از پادپیسکان بهترین این کانال باشد که هنگامی که ما این کانال رو شدیم روسی با ما بود و امیدوار هستم با ما هست. سلام برایت بازم شکر جان دولت که چونین کامنتری گذاشت. با دو رخساری سفیدت، بله با دو رخساری سفیدت بلبانی برگی بیدت ذکر الله حکیموف سروید است بهترین است. خب غالبی دیگری ما فدیا تیوی. بله دوستان عزیز، پیش از همه بگویم که این یک از پادپیسچیکان بهترین این کانال است که دوی ما در کامنتری با ما گفتگو میکند و حتی مصرعی رو پیشنهاد میکند بهترین است. سلام برایت فدیا تیوی، سلامت باشی. خب چونین یادآور شده است با دو رخساری سفیدت ذکری الله. بله در حقیقت درست میگوید که چونین سرود یعنی که سر می شود خیلی که شما خودتون میدونید و از ذکری الله حکیموف است. بازم برایت سلام ذکری الله حکیموف، امیدوار هستم با گذاشتن این مینوس ها در یعنی که کانال ما شکایت نخواهید کرد، چون که مینوس با تمام مخلصان شما تعلق دارد و این چونین باقی میموند. خب بیاید پیش از اونی که پیشنهاد شما نکردیم تا این دم از کاراوکه امروزه با دو رخساری سفیدت رو آهنگی رو پیشنهاد شما میکنیم و اولین شده دو مصرع یا حداقل یک مصرع شد در کامنتری بگذارید و غالبی نواری آینده ما گردید. رفتیم. بله دوستان عزیز، گمان میکنم برای دوستان صوت و نوال با شنیدن این آهنگ و همین قدرش در کامنتری دو مصرع یا که حداقل یک مصرعش رو میگذارید. بله دوستان عزیز، پیشنهاد شما میکنیم کاراوکه با دو رخساری سفیدت از ذکری الله حکیموف پیشنهاد شما میکنیم. رفتیم.
بله دوستان عزیز، تشکری میکنم باز هم که همراهی ما هستید، کانال ما رو همراهی میکنید و گذاشتن لایک رو امیدوارم و پادپیسه شدن در کانال رو فراموش نخواهید کرد. تشکر برای همراهیتان دوستان عزیز. باشید.